سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز دوشنبه 26 انور همراهی شما. وزیر نقلیات تاجیکستان گفت نیت دارد به زودی مسئله پرواز هواپیماها به ازبکستان را با مقامات این کشور بررسی کند. خیرالله اسدزاده روز 26 انور در نشست خبری در پایتخت گفت درباره از سر گرفتن پرواز هواپیماها از دوشنبه به تاشکند به مقامات ازبکستان نامه فرستاده است ولی هنوز جواب نگرفته است. و افزود ممکن است مسئله مذکور در حاشیه یک نشست بین المللی در ترکیه بررسی شود. 28 در استانبول ترکیه واقعی داریم با دولت با وزیران نقلیاتی دولت‌های کلاسیکه و فکر می‌کنم که این مسئله یکی از مسائل اساسی واقعی من با وزیر نقلیات دولت همسایه باید بشود. 2 هفته پیش از این گزارش شد که بعد از 22 سال تنفس از ماه مارس پرواز هواپیماها میان دوشنبه و تاشکند شروع می شود. ازبکستان سال 1992 بعد از آغاز جنگ شهروندی در تاجیکستان پرواز هواپیماهایش به دوشنبه را قطع کرد. یک پدر 59 ساله از ولایت سوخت که از بحر پسر افراطگرایش گذشته است میگوید رفتار پسرش او را به این کاری سخت مجبور کرد. تویچبای عبداللهف ساکن ناحیه اسپیتامن بعد از آنکه فهمیده است پسرش به اصطلاح جهادی شد در تلویزیون‌های سوخت اعلام کرد که از پسر 22 سالش جولان یوسفوف رو گردانده است. مقامات انتظامی این جوان تاجیک را با اتهام عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان و ترغیب جوانان برای رفتن به جنگ سوریه دستگیر کردند. مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا از زندانی کردن شهرت قدرتوف حقوقدان شناخته تاجیک و از وضع آزادی‌های شهروندی و حقوق سیاسی در تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. ایزابل سانتوس وکیل از پرتغالیا و رئیس کمیته دموکراتیا حقوق بشر و مسائل بشری مجمع پارلمانی با نشر بیانیه این عملکرد دولت تاجیکستان را مخالف عهدهای بین المللی کشور خواند. ریچارد سالش سخنگوی مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا روز 26 انور در این باره به رادیو آزادی گفت خانم سانتوس به خصوص به آن تاکید کرد که در آستانه انتخابات پارلمانی که ضمناً مجمع بین پارلمانی آن را نظارت می‌کند باید درباره آینده بهتر تاجیکستان و مکالمه آزاد فکر کرد و این گونه عملکردها آزادی‌های سیاسی، مستقلیت دادگاه‌ها و ولایت قانون در تاجیکستان را زیر سوال می‌برد. دادگاه دوشنبه روز 13 انور شهرت قدرتوف را با اتهام رشوه‌خواری به 9 سال زندان محکوم کرد. از بس که این وکیل شناخته در پرونده‌های حساسی سیاسی از حقوق افراد شناخته از جمله زید سعیدوف وزیر سابق صنعت حمایت کرده است، بعد دادگاه کشیدن او را تلاش برای خاموش کردن منتقدان حکومت تاجیکستان می‌دانند. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند عمر علی قوتوف تاجر فراری و رهبر بازداشت شده گروه 24 در استانبول در برابر جنایت اقتصادی به گروگانگیری نیز متهم می شود. جمال الدین محمدزاده مفتش آژانس مبارزه با فساد روز 26 انور در دوشنبه گفت جبردیدگان از دست قوتوف زیادند. حکومت عربستان با ما پیشنهاد نکردند، درخواست ما را قانع نگرداندند. باز عین حال مجازات برای اکسترادیسیون کردن او پیشنهاد کرده شد. عمر علی قوتوف را با 4 شریکش ماه دکمبر سال 2014 در استانبول دستگیر کردند. از این پیشتر دادگاه عالی گروه 24 را یک سازمان اکستریمیستی خطرناک برای تاجیکستان اعلام کرد و فعالیت آن را در کشور ممنوع نمود. مقامات تاجیکستان میگویند رسمی کردن عهدنامه نکاح میتواند یک راه پیشگیری از طلاق در کشور باشد. مغفرت خیرزاده رئیس کمیته کار با عائله و زنان روز 26 انور به خبرنگاران در دوشنبه گفت در جریان واخوری ها با ساکنان اکثریت پیشنهاد میکنند که بستن عهدنامه نکاح قبل از ازدواج حتمی شود. مغفرت خیرزاده گفت امروز کودکس عائله ما عهدنامه نکاح را برای شهروندان خارجی حتمی کرده است، بستن عهدنامه نکاح، ولی برای شهروندان خودمان این چیز حتمی نیست. خود من اکنون مثلا جاری نمودن مهر این یک گویم که از دیدی که دولتی که در اونجا نظامش دیگر است ممکن قبول باشد، لیکن چون نظام دنیویت ما علاقه در اساس قانونگذاری راهش معین کرده است، گپ سری تطبیق این می رود که مردم همین چقدر قبول میکنند و چقدر تطبیق. بر اساس عهدنامه نکاح زن و شوهر دارایی خود را رسما تقسیم میکنند و در صورت طلاق گرفتن
زن به خانه او در نمیماند. در تاجیکستان سال 2014 9132 خانواده از هم پاشیده است که در مقایسه با سال 2013 1000 مورد زیادتر است. و اخباری از این هم بیشتر با عکس و ویدیوهای دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه.